سوال دادند که آیا همه پیغمبران عرب بودند؟ برادران عزیز و گرامی، ما اولا عدد پیغمبرها را نمیدانیم، زیرا قرآن میگوید که ما بعضی از پیغمبرها را برای شما نامهاشون گفتیم، از حیات اونها آگاهتون کردیم، ولی بعضی از اونها را ما با شما قصه نکردیم. زین لحاظ اولا برادران عزیز، عدد پیامبر از نزد خداوند تا پیامبر آخر الزمان عددش معلوم نیست. فقط چی مقداری باشند، چند نفری که باشند، ما به همه اونها ایمان داریم. همگی در قرآن 25 نام پیامبر یاد شده است. 25 پیامبر. باقی اونها را خدا گفت آلی من برای شما مقصد از نام اونها و از زمان اونها برای شما آگاه نکردم. ولی چند نفر همین پیامبرها عرب بودن، ما حدیثی که صحیح گویم از ابن حبان از با روایت حضرت ابوذر غفاری می آید، میگه 4 نفر بودن. یعنی 4 نفر از همین پیامبرها، اینها از زمره بگیم یا از یعنی ملت عرب بودن. یکی حضرت هود، یکی حضرت صالح، یکی حضرت شعیب، یکی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. دیگر حدیث ها هم آمده است. 5 نفرش هم گرفتن که نام حضرت اسماعیل علیه السلام، گفتن این هم از زمره عرب ها بود. از این لحاظ این حدیثی که مقصد من در اول برای شما خواندم که 4 نفر اینها عرب بود، اگر چنده که در 5مش گویم حضرت اسماعیل هم اختلاف ها هست، ولی انامین حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، اینها ملت چون عرب بودند. دیگر باقی مانده اینها از همون گویم بنی اسرائیل بودند، یعنی از ملت یهود بودند. سوال دیگر، 2 شخص گناه یا زنا میکنند، یکی از اونها پیش خداوند توبه کند، خداوند اگر بخشد در این حالت گناه شخص دویمم بخشیده می شود یا نه؟ اگر 2 آدم یک جا هر گناهی را که کردند، هر معصیتی را که انجام دادند، اگر یکیش توبه کرد، همون گناه یکیش بخشیده می شود. برای هر یک نفر بین من از جانب یک کس دیگر عبادت کنم، عبادت من قبول نمی شود. از جانب یک آدم دیگر اگر توبه کنم، این توبه مرا خداوند قبول نمی کند. هر یک انسان باید از جانب خودش توبه کند. هر یک انسان از جانب خودش باید عبادت کند. برای همین این نفرهایی که 2 کسی که مبتلای گناه شدن، هر کدامشون باید علاهیده توبه به سوی الله کنند. 3 دیگر سوالی که آمده است، در وقت سجده پایها با هم چسبیده باشند یا نه؟ ضرورت ندارد که شما وقتی به سجده میرین، در حالت سجده باید پای شما چسبیده باشد. یعنی شما وقتی که رفتین، شما میدانید که در حالت در قیام ایستادنمان، راستا ایستادنمان، پایهای ما و شما موافق مذهبمان باید 4 انگشت باشد. اگر در 4 انگشت یگان حرج پیدا شد، بگذار 1 وجب باشد. مثل قول حضرت امام شافعی، 1 وجب باشد. در 1 وجب یعنی آدم، برادر عزیز، یعنی هیچ وقت حرج نیست، نه از جهتی مثال بگیم مسافه نزدیک بودنش، نه از جهتی مثال کشادیش.
و این حضرت امام ابو حنیفه همین 4 انگشت از زمره عبادت شماریده است که یعنی در او خشوع، انمون خشوع، انمون شکستگی، انمون تضرع را میگه، انمون حالتی که قدم ها بینش 4 انگشت زیاد نباشد. حالا شما در پیش یک آدم وقتی فیرادت میکند، راستت میکند، سیاستت میکند، بعضی ها پاهاتون مقصد قریب یگون 70-80 سانتی متر کشاد میمونی، در پیش همه آدم همین خیل مانده میتونی. برای همین مذهب خودمان برادران عزیز و گرامی که همین را معین کرده است، شما همون خیل گذارید و وقتی که در مقصد سجده هم که رفتین باید همون بگین سرهای انگشتای پاتون در زمین چسبیدگی باشد، یعنی باید دیگر نه چسبان. بعضی آدم ها می چسبانند، بعضی آدم ها از زمین می بردارنش. از زمین برداشتن در کار نیست. همون موافق مسافه‌ای که گفتم 4 انگشت، همون مقدار در زمین می قپین با نوک انگشتاتون مثال سجدتون میکنید.